هیچ کس نمیدونست این برنامه از کجا اومده. اولش فقط یه نوتیفیکیشن بود، درست رأس ساعت 6:06 صبح، بدون فرستنده، بدون نام، با یک جمله: شما برای پروژه فراوانی انتخاب شدید. قوانین پروژه: 1. امروز 20,000 تومان داری. 2. فقط تا ساعت 23:59 وقت داری اونو خرج کنی. 3. اونو باید برای چیزایی که معنی دارن خرج کنی. و آخر از همه، یا خرجش کن یا بازی رو بباز. نمیدونستم بازیه، نمیدونستم آزمایشه، فقط حس کردم یه چیزی فرق داره. توی گوگل سرچ کردم، دلار شده بود 90,000 تومان. آخه با 20,000 تومان واقعا میشه چی کار کرد؟ من فقط میتونستم باهاش یک بسته آدامس بخرم. یه نوتیفیکیشن جدید دریافت کردم. تو انتخاب کردی، تو خرج کردی، پس بازی ادامه داره. مبلغ بازی فردا بیشتر میشه. آیا جرأت داری روز دومو شروع کنی؟